چرا آدمای خاص همیشه تنها میمونن؟ سلام رفیق. شاید تو هم مثل خیلیای دیگه یه وقتایی حس کردی با همه فرق داری. نه از اون فرقایی که آدم بهش افتخار میکنه. از اون فرقایی که باعث میشه تو جمع ساکت شی. تو دل شب فکر کنی. حقیقت اینه که ذهن خاص همیشه تنها میمونه. نه چون بده، نه چون نمیتونه. بلکه دنیا هنوز آمادش نیست. بذار یه چیزی بهت بگم. آدمای خاص زیادی فکر میکنن. زیاد حس میکنن. یه جمله ساده، یک نگاه بی‌تفاوت، یک لحظه سکوت براشون هزار تا معنی داره و همین باعث میشه با بقیه فرق کنن. آدمایی که بیشتر از معمول میفهمن معمولا کمتر از بقیه درک میشن. تا حالا شده یه چیزی رو با شور و شوق تعریف کنی بعد ببینی کسی نمیفهمه چی میگی؟ یک آهنگ، یک کتاب، یک فکر و وقتی واکنشی نمیبینی آروم تو خودت جمع میشی. این یکی از نشونه های ذهن خاصه. میدونی چرا؟ چون ذهن خاص دنبال چیزای سطحی نمیگرده. دنبال آدمایی نمیگرده که فقط حرف بزنن. دنبال کسایی که بفهمنش و پیدا کردن کسی که واقعا بفهمه کار سختیه. بعضی وقتها این تنهایی انتخاب نیست، یک جور اجباره، ولی پشت این اجبار یک حقیقت قشنگ است. تو تنها نیستی چون بدی، تو تنها نیستی چون خواستی. بعضی درختها دیرتر شکوفه میدن، ولی وقتی که میدن همه رو محو زیباییشون میکنن. تو همون درختی. ذهن خاص شاید دیرتر درک شه، ولی وقتی کسی پیداش کنه که بفهمتش دیگه ولش نمیکنه. اگه الان تنهایی، اگه حس میکنی کسی حرفاتو نمیفهمه، بدون یه جایی که تو این دنیا آدمایی هستن که مثل تو فکر میکنن. شاید هنوز پیداشون نکردی، ولی اونا هستن و دیر یا زود مسیرت باهاشون یکی میشه. تا اون موقع اینو بدون، تو خاصی و خاص بودن یک هدیه است، نه یک نفرین. راستش تو دنیای امروزی ماها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دوره همیم. ولی بیشتر از همیشه تنها. شاید این یک پارادوکس باشه ولی واقعیه. ما بین 1000 تا فالوور، بین صدها پیام، باز هم دنبال یک دل آروم میگردیم. یک نگاه پر از درک، یک صدای صادق. آدمای خاص دنبال کیفیتن نه کمیت. اونا با یک رفیق واقعی بیشتر کیف میکنن تا با 100 آشنایی الکی. ذهن خاص ساده لوح نیست، ولی ساده پسنده. دنبال شلوغی نیست، دنبال معناست. واسه همین گاهی کنار میکشه، ساکت میشه، میره تو دنیای خودش. میدونی چیه؟ بعضی فکر میکنن اگر کسی زیاد حرف نمیزنه یا کمتر میخنده یعنی افسرده است. ولی ذهن خاص شادی رو توی سکوت پیدا میکنه. توی یه فنجون قهوه داغ، توی یک غروب خورشید، توی یه جمله از یک کتاب که انگار مخصوص خودش نوشته شده. این آدم‌ها توی جزئیات زندگی میکنن. اونا با چشم دل میبینن، با گوش دل میشنون. و خب همیشه این مدل دیدن آسون نیست. وقتی دنیا همه رو سطحی میخواد، تو که عمیق باشی تنها میمونی. ولی بذار یه چیزی بهت بگم. این تنهایی میتونه تبدیل بشه به یک قدرت. یک سکوت پر از معنا. یک فرصتی برای شناخت واقعی خودت. وقتی تنهایی، وقت داری بشنوی صدای خودتو، نه صدای بقیه، نه قضاوت، نه هیاهو، فقط خودت. وقتی خودتو بشناسی کم کم یاد میگیری با خودت کنار بیای و بعدش تازه آماده ای تا با آدم دیگه ای هم مسیر بشی. نه از روی نیاز بلکه از روی انتخاب. و اون وقت اگر کسی بیاد تو زندگیت، یه آدمی که تو رو بفهمه، درک کنه، بدون نیاز به توضیح، اون آدمو قدرشو میدونی. چون میدونی چقدر سخت پیدا میشه آدمای خاص. رفیق، این روزا خاص بودن یه جور غریبیه. یه بار سنگینیه رو دوش کسی که نمیتونه نقش بازی کنه. نمیتونه خودشو پنهون کنه. چون حقیقت براش مهمتر از ظاهره. ولی بهت قول میدم ذهن خاص تنها نمیمونه. فقط باید زمانشو بدی.
و تا اون روز به خودت افتخار کن، چون تو توی دنیایی که همه میخوان شبیه به هم باشن جرأت کردی خودت باشی. میدونی ذهن خاص بودن فقط یه ویژگی نیست، یک مسیر رشده، یک راهی پر از سوالهای بی جوابه، پر از شبایی که با خودت خلوت میکنی نه با بقیه. و همین شبها، همین خلوتها، همون لحظه‌ای که تو رو میسازن. آدمای خاص معمولا یک دوره‌ای از زندگیشونو با این سوال میگذرونن: من چرا اینطوریم؟ چرا من نمیتونم مثل بقیه باشم؟ چرا یه اتفاق کوچیک روز منو خراب میکنه؟ چرا نمیتونم تو جمع خوش بگذرونم وقتی که همه دارن میخندن؟ ولی یه روزی میفهمی که همین چراها بخشی از خاص بودنته. تو برای سطحی بودن ساخته نشدی. ذهن تو دنبال اصالته نه ادا، دنبال معناست نه نمایش. برای همینم وقتی وارد جمع میشی خیلی سریع انرژی فضا رو میفهمی. حس میکنی کی راست میگه و کی نقش بازی میکنه. این حساسیت ممکنه اذیتت کنه، ولی بدون یه نعمت خالصه. چون ذهن خاص یه فیلتر داره، یه فیلتر برای حرفا، آدم‌ها، انتخاب‌ها. آدم‌های خاص نمیتونن با هر کسی دوست بشن. نه چون خودشون برتر میدونن، بلکه چون نمیتونن دروغی رفتار کنن. اونا دنبال کسی هن که بی‌نقاب باشه. کسی که از عمق حرف بزنه نه از روی عادت. راستش سکوت یک زبان دوم برای ذهن خاصه. وقتی حرف نمیزنه معنیش این نیست که چیزی برای گفتن نداره. اتفاقا اون لحظه ها بیش از هر وقت دیگه ای که فکر میکنه حرف داره. اگه تا حالا کنار یک آدم آروم بودی که بیشتر گوش میداد تا حرف بزنه، احتمالاً با یه ذهن خاص روبرو بودی. اونا توی سکوت خودشون دنیا رو تحلیل میکنن. حسها، رفتارها، کلمات. ذهن خاص از شلوغی خسته میشه. نه اینکه ضعیفه، نه. فقط ذهنش طوری طراحی شده که هر چیزی رو عمیق تحلیل میکنه و وقتی توی روز کلی داده میگیره لازمه خودش رو ریست کنه. برای همینم خلوت و تنهایی براش یه نوع درمانه، نه تنهایی ترسناک. اگه تو هم اینجوری نترس از سکوتت. سکوت یک فضای مقدس برای رشده. یک جایی که خودتو بدون حواس پرتی بیرون ببینی. و مهمتر از اون توی همین سکوت کم کم صدای درونتو میشنوی. صدایی که همیشه بوده ولی توی شلوغی‌ها گم میشده. وقتی که به بلوغ فکری میرسه یاد میگیره که تنهایی بد نیست. اجباری نیست، یک انتخابه. و اینجاست که فرق میکنی با خیلیا. تو دیگه برای فرار از تنهایی وارد رابطه نمیشی. برای پر کردن یک خلا به دوستی یا ویزیون نمیشی. تو کسی رو انتخاب میکنی که در آرامشت خلالی وارد نکنه. کسی که وقتی کنارت نشسته هنوز هم احساس آزادی میکنی و این بزرگترین نعمته. ذهن خاص وقتی خودشو بشناسه دیگه خودش رو قربانی نمیکنه که نمیگه چرا من اینطوریم، میگه چطور از این رو به زندگی بهتر میرسم. اون لحظه است که مسیر تغییر میکنه. دیگه دنبال شبیه شدن به بقیه نیست و با هر قدمی که برمیداری به جای قوی تر شدن ظاهر روحت محکم تر میشه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنید.